خب سلام علیکم دوستان گرامی. سلام تورتپز ایتالیا. سلام اپای گرامی یا خواهر عزیز. آواز هست؟ اگر آواز باشد، اگر اگر چی اشاره کنید خیلی خوب می شود. اپای تورتپز ایتالیا آواز هست؟ میشنوین؟ شاید آواز نباشد. خب خیلی که در کامپیوتر نشون داده شده است، فکر میکنم دو نفر هست. اما یکون آواز هست یا نیست، یکون اشاره میشید از طرف شما و کم بیش آغاز میکردیم درس رو. خب یک جان تشکر افای تورتپز، تشکری زیاد که آمدین. نمیدونم دیروز بودین یا نبودین. ما یک تصمیم گرفتیم، یک یعنی افیرها تشکیل کردنیم و در این افیرها زبانی انگلیسی برای نویادگیران میخوایم پیشکش نماییم. البته کسانی که مهمان میشن میتوانن بین خود صحبت کنن و ما درس دادن رو دوام میدهیم. یگان سوال مربوط به ما باشد اگر جواب میدیم، اگر مربوط به ما نباشد پس شما میتوانید خود به خود صحبت کردن گیرید. فقط ما میخوایم این افیرها یک کمی مفیدتر باشد، فایده ناکتر باشد برای ملت تاجیک، برای مردم تاجیک، برای پیشرفتی دولت و ملت و جامعه و مردم تاجیک و تاجیکستانیان. بنابراین از همین کتاب دیروز آغاز نمودیم. نیو گرامر تایم برای نویادگیران است و امروز دوام میدهیم. سلامت باشین، سلامت باشین اپای تورتپز ایتالیا. خب دیروز تو صحیفه، اگر خطا نکنم تا صحیفه 8 بود، تا صحیفه 8 رفتیم.
بله. امروز از صحیفه 9 میگیریم. از صحیفه 9. خب دیروز بعضی ها گفتن که ما فرزندامون در نزد کامپیوتر یعنی درس های شما رو گوش کردستن. بنابراین مخاطب ما کمی برای نو رسان هست، برای نو یادگیران است و چخیلی در اول گفتیم باز بخشش زیاد تکرار می شود، یعنی شما می توانید صحبت را دوام دهید و باشید اگر خواهید باشید. اگر نخواهید یعنی ما از کسی خفه نمیشیم، به خاطر که وقت قیمت ترین چیز برای هر یک انسان است. وقتی خود رو در جای صرف نماید که فایده باشد از اونجا، یک بهره گیرید از اونجا. در سرخوان زیبا سلام، خوش آمدین. شکر خدا خوب نغز. فعل تردپس ایتالیا. فعل دو را یک گفته میگذاشتید اگر بی‌ملال باشد. خب چقدر در بدایه گفتیم یعنی درس ها برای نو یادگیران است. دوست می‌دارم که از یک لو یا که از یک به ترتیب رویم. اما یک مختصرا برای شما میگویم. یعنی فعل دو به زبان تاجیکی انجام دادن می شود. کردن، انجام دادن، اجرا کردن. در زمانی حاضره ساده present simple دو استفاده می شود برای جانشین های فاعلی I, you, we, they. اما برای جانشین های فاعلی he, she, it does استفاده می شود. در زمان گذشته did استفاده می شود برای همه جانشین ها. خب اگر خواهید در اینجا می توانیم این رو نویسیم. یک لحظه. مثلا خب این زبان تاجیکی بود است. دو یعنی برای زمانی حاضره ساده present simple برای جانشین های I, you, we, they. اما does برای جانشین های فاعلی he, she, it در زمانی حاضره ساده. در زمانی گذشته برای همه جانشین ها did استفاده می شود. did یعنی انجام داد، انجام دادم، انجام دادید، یعنی برای همه جانشین ها. در زمانی آینده یک will از پیش از این فعل اضافه میکنیم. will do, I will do, you will do, he will do, she will do. یعنی در زمانی آینده همین فعل will دلالت میکند که زمانی آینده است. خب اگر سوال شما را جواب گفته توانسته باشم خیلی خوشحالم. و اگر نه یعنی خیلی گفتم میخواستم به شکل مختصر جواب دهم، به خاطر که در این کتاب همه این فعل ها می آیند. طرز تصریف، طرز زمان ها، یعنی زمانی حاضره، زمانی حاضره ساده، حاضره دوامدار، گذشته ساده، گذشته دوامدار، همه اینها به ترتیب می آیند. بنابراین بهتر می بود از یعنی با ترتیب، یعنی از روی محتوای این کتاب دوام دهیم. سلامت باشین، سلامت باشین. خب این تمرین ها دوامی تمرینی درسی گذشته است. یعنی همون درسی گذشته کسانی که نو در اینجا حضور دارند درباره شکل جمع در زبان انگلیسی گفته گذاشته بودیم. چخیل اسم ها را جمع می سازیم، شکل جمع اونها را می سازیم. بنابراین این تمرین دوامی درسی گذشته است. یعنی در اینجا میگه look, count and write.
نگاه کن، بنگر، بیشمار، count شماریدن، حساب کردن، and و write بنویس، نوشتن، بنویس. در اینجا به معنای بنویس یعنی صیغه امر است یا فعل امر. خب در اینجا یک کلاه است و در درونش دو درخت است و درخت در زبان انگلیسی tree می شود. tree tree tree. خوش آمدین برادر فروخ تجه. خیلی خوشحالم که در این فیلم ما مهمان شدین. خب مشق یکم اینجا نگاه کنیم. اگر two trees علاقه در اینجا s جمع شد، شکل جمعی کلمه. ما در زبان تاجیکی نمیگیم که دو درختان، این دو درخت میگوییم، اما در زبان انگلیسی two trees می شود. two trees یعنی دو درخت. tomato tomato tomato. در اینجا نگاه کنیم، اگر 5 پومیدور است و در اینجا میاد 5 tomatoes 5 tomatoes. خب این شکل این کتاب پی دی اف است. گاهی در این ورد میتوانیم استفاده کنیم. مثلا تو مثلا در کتاب تومیتو یعنی 5 دانه هست. میتونیم در اینجا نویسیم که 5 tomatoes. tomatoes 5 tomatoes یعنی در اینجا بله 7 tomatoes. اگر نگاه کنیم کدام کلمه ای که با حرف او انجام می‌یابد پس شکل جمعی او es میگیرد. es tomatoes. خب اینجا نگاه کنیم دو استکان است. دو استکان یعنی استکان چه گفتیم گلاس می شود. گلاس هم استکان می شود هم شیشه می شود. اگر شکل جمع آید گلاسز یعنی عینک نیز می شود. گلاسز عینک اچکی یعنی. در اینجا می توان گفت two glasses یعنی بعد از این es می گیرد. es two glasses. قسمت چهارم kite یعنی kite خیلی ترجمه کرده بودیم در درسی گذشته. معنیش بادک یا همون که بازیچه‌ای که از کلیونکا ساخته می شود یعنی چارکنجه است و برای بازی کودکان یعنی کودکان رو برای بازی استفاده میکنن. منصور تجکی خوش آمدین. تشکر که در این فیلم ما مهمان شدین. which یعنی خب این رو نگفتیم. یعنی در اینجا 5 بادک است. میتوانیم بگیم که 5 kites. در اینجا دو عجوزه یا جادوگر زن یعنی ویچ هم عجوزه می شود و هم جادوگر زن می شود. شکل جمعش witches می شود. witches یعنی two witches. در اینجا باشد هم دو میمون است یعنی میمون در زبان انگلیسی monkey می شود. monkey. خب monkey جمعش monkeys می شود. monkeys یک اسی عادی می گیرد. ما گفتیم اگر y در هر کلمه ای که y در آخری کلمه باشد پیش از y یعنی پیش از همین y هم صدا باشد پس این y حذف کرده می شود و در جایش ies اضافه می شود. اما در اینجا پیش از y e است. e در اینجا حذف نمی شود، فقط یک s علاوه می شود.
قاعده رو اگر در یاد داشته باشید به مثل همین، یعنی توی تویز، به خاطر که پیش از وی یک صدانوک است. اگر هم صدامه بود مثل کلمه بیبی، پس در اینجا وای حذف میشید و در جایش آی ای اس می آمد، بیبیز میشد. اما در اینجا صدانوک است، حذف نمی شود. خب براش در درس گذشته چه خیلی ترجمه کرده بودیم، قلمو می شود. قلمو در زبان تاجیکی، اما شاید که بسیاری ها قلمو رو ندونن که قلمو چی است. یعنی شوتکا در زبان روسی، شوتکا. خب شوتکا برای مثلا رنگ کردن تنه دیوار است، یا برای رسم کشی است، یا برای مثلا شوتکای دندانشویی رو نیز براش میگویند، یعنی توس براش، یعنی شوتکای دندانشویی می شود. جمعش براشز می شود. براشز. هر کلمه ای که با sh انجام می یابد جمعش es می گیرد، براشز می شود. در اینجا 4 دانه قلمو است، پس می توانیم گفت که 4 brushes. تشکر زیاد برادر فروخ تجه برای دستگیریتون، میnnتدار هستیم. خب در اینجا پوتیتو خب در اینجا 6 دانه کارتوشکا است. کارتوشکا اصلا به زبان روسی است، دیگر در زبان ما نیز کارتوشکا میگوییم. پوتیتو جمعش یعنی 6 potatoes. تشکر زیاد بسیر 91 برای لایکاتون، برای آمدناتون، مهمان شدنتون. با که ندارد، ما هم نو آغاز نمودیم، یعنی از همین صحیفه آغاز نمودیم، صحیفه 8 یعنی 9. از صحیفه 9 در همینجا هستیم، یعنی در رقم 8. خب پوتیتو یعنی جمعش potatoes می شود، es می گیرد، es می شود potatoes شکلی جمعی کلمه و 6 potatoes در اینجا می توان نوشت. خب watch ساعت دستی رو می گویند، clock ساعت دیواری رو می گویند، اما watch ساعت دستی رو می گویند. و در اینجا 3 دانه ساعت است، می توان گفت که 3 watches یعنی 3 دانه ساعت. این هم es می گیرد، به خاطر چی؟ به خاطر که ch اومده. هر کلمه که با ch انجام می یابد و جمعش es می شود. خب تشکر زیاد بسیر 91. خوب اگر درس ها پسند باشند میتوانند دوستان لایک گذارند، بهتر میبود. اگر نه باکی ندارد. خب تمرین 5 write the plural یعنی شکل جمعی اسم ها رو نویسید. مثلا در اینجا a fox, an iguana, a cherry, a boy, a box, an alligator, a dress, a bus, a bee, a strawberry, a baby. A fox یعنی روباه، an iguana سوسمار، a cherry اولوچه، a boy پسر بچه، a box قطی، an alligator تمساح، a dress کرته پیراهن، a bus اتوبوس، a bee زنبور، a strawberry قلفینای یا کلوبنیک، a baby طفل نوزاد. بسیر 91 لایک ماندگی دوستان رو خبر میدهد. خوب یک پیشنهاد لایک ماندگی دوستان رو خبر میدهد. خوب یک پیشنهاد
بهترین این خیلی باشد من اونقدر نمیفهم این قاعده و قانون یوتیوب رو. اگر لایک موندن یعنی زیادتر سبب شود که این ویدیو زیادتر پخش شود یا نشر شود، خب خواهش میکنیم از دوستانی که در اینجا هستند یک لایکی رو دریغ ندارند. خب همین کلمه هایی که در اینجا هستند همین ها رو ما باید در این سه قطار نویسیم. یعنی کلمه هایی هستند که یک اسی تنها یک اس میگیرن و کلمه هایی هستند که یک ای اس میگیرن و کلمه هایی هستند که آی ای اس میگیرن. خب در اینجا یک تشریح خودش آورده است، ایگواناس. ایگواناس یعنی یک اسی عادی میگیرد. خب اول شروع میکنیم مثلا از کلمه فاکس. فاکس روباه جمعش فاکسز می شود. فاکسز ای اس میگیرد. فاکسز. ایگوانا خودش آورده است. چری جمعش چریز می شود. انا اینجا و کدام خاطر؟ به خاطر که پیش از وای هم صدا است، صدانک نه. اگر صدانک میشد اسی تنها میگیرد، یعنی فقط یک اسم میگیرد. اما در اینجا پیش از وای هم صدا است، بنابراین چریز میشود. چریز. بای خب یک اسی عادی میگیرد. بایز. خب باکس باکسز میشود. ای اس میگیرد. an alligator alligators اسی عادی میگیرد، یک اسی تنها فقط یک اس میگیرد. a dress dresses ای اس میگیرد. dresses. a bus buses ای اس میگیرد. a bee bees یک اسی تنها میگیرد. bees. a strawberry strawberries آی ای اس میگیرد. a baby babies آی ای اس میگیرد. خب اگر اینجا فهمو باشد پس میگذاریم بعد دیگر صحیفه. خب irregular plurals در زبان انگلیسی دو نمود جمع است. دو نمود جمع یعنی یک نمودش یک جمع عادی است، یک جمع معمولی است. regular plurals یعنی جمع معمولی. irregular plurals جمع های شکسته، جمع های نادرست. در زبان تاجیکی گاه جمع های نادرست ترجمه می شود، گاه جمع های شکسته. به کدام خاطر جمع های شکسته یا جمع های نادرست میگویند؟ به خاطر که شکل تنهای اون از شکل جمع اون خیلی فرق دارد. بعضیش خیلی فرق دارد، بعضیش با یک حرف با تغییر یک حرف فرق دارد. یک جهان تشکر اپا یا مادر گرامی پروستا ماما تجه. سلام تشکر که مهمان شدین، اومدین دستگیری دارید. خب در اینجا گفتیم موضوع درباره چی است؟ جمع های شکسته در زبان انگلیسی. a mouse جمعش mice می شود. خب در اینجا mice یعنی در اینجا میگوید a mouse یک دانه موش، یعنی در اینجا یک موشی بازیچه است مثلا. خب در اینجا هم موشی بگیم به شکل بازیچه و هم موش های اصلی وجود دارن. میگه 11 mice یعنی 11 موش. در زبان تاجیکی نمیگیم 11 موش ها، اما در زبان انگلیسی 11 موش ها می شود اگر ترجمه کنیم. 11 mice. فرخ بگماتف تشکر زیاد که آمدین مهمون شدین، دستگیری دارین. خب رسمی سیوم در اینجا school نوشته شده است. school یعنی مکتب می شود. a child
کودک می شود. کودک طفل. nine children. nine children. 9 کودک. 9 طفل. خب در اینجا توتی میگوید irregular nouns change in different ways in the plural. اسمهای شکسته irregular nouns اسمهای شکسته تغییر می‌یابند. در اینجا باید irregular plurals می‌آمد. نمیدونم به کدوم خود اینجا nouns آمده است. خب irregular nouns یعنی اسمهای شکسته تغییر می‌یابند با راه‌های مختلف در شکل جمعشون. در شکل جمع. یعنی منظور از این گپی این توتی این است که وقتی اسمهای شکسته را جمع می‌سازید در شکل جمعشون الکی تغییر می‌یابند. یعنی مثل پیشتر نیستند. خب some irregular nouns don't change in the plural. یعنی میگه بعضی از اسمهای شکسته تغییر نمی‌یابند در شکل جمعشون. خب این گپ یکمش در اینجا انا این جدول رو در نظر دارد، این قائمه رو، و این گپ دویمش اینها رو در نظر دارد. حاضر اینها رو از یک با ترتیب میخوانیم. سینگولار شکل تنها رو میگویند، شکل تنها مفرد. پلورال شکل جمع، صیغه جمع. child طفل، children کودکان. من مرد، من مردها. کلمه من و وامن خوب گویا وامن کمتر تغییر می‌یابد، اما کلمه من نه آنقدر تغییر می‌یابد. یعنی قریب که یک هستند. یعنی من من، من من، من من. یعنی تقریبا یعنی از سیاق جمله، از رفت جمله میفهمین که در اینجا یعنی وقتی گپ زدن میفهمین که این شکل جمع رو در نظر داره یا شکل تنها رو. اما کلمه woman، woman، woman زن می شود. زن ترجمهش زن، بانو، خانم. خب زن بهتر است. خب women، women، woman، woman، women، 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 woman، women. یعنی این از من دیده خیلی فرق دارد. یعنی شکل تنهایش woman، woman. این وی توجیکی نیست که لبها رو چسبونیم. یعنی و woman نمیشود و woman، woman، women، women، women. زن، زنها. tooth، 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 tooth یعنی دندان. teeth، teeth دندان ها. foot، foot قدم. feet قدم ها. یعنی اگر کلمه فوتبال رو گیریم، فوت بعد از فوت یک بال آمده است. بال یعنی توپ می شود. یعنی قدم توپ اگر خیلی ترجمه کنی قدم توپ می شود. اما دیگر کلمه فوتبال فکر میکنم در بسیاری زبان ها فوتبال ترجمه شده است. فوت، فوت قدم، فیت قدم ها. ماوس، ماوس، ماوس موش. مایس، مایس موش ها، موش ها. خب این سخن توتی یعنی قسمت دویمش گفت که بعضی از اسمهای شکسته تغییر نمی‌یابند در شکل جمعشون، همین ها رو در نظر دارد. یعنی شیپ، شیپ یعنی شکل تنها، شیپ شکل جمع شیپ. شیپ گفته گوسفند رو در نظر دارد، گوسفند. فیش ماهی می شود. یعنی شیپ گوسفند، شیپ گوسفندان یا گوسفندها. فیش ماهی، فیش ماهی ها. یعنی در شکل تنها و جمع یگان تغییر نمی‌یابند. خب میگذاریم به صفحه 11.
در اینجا میگه look and write the plural، یعنی نگاه کن و شکل جمع را نویس. یکمش رو خودش کار کرده است، یعنی mouse mice، mouse mice یعنی two mice، در اینجا دو موش است، یعنی موش موش ها. men men three men three men 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 men. foot یک قدم و قدم ها feet feet feet. child یک کودک، یک طفل، و در اینجا چهار کودک است، یعنی four children children children. در اینجا sheep یک گوسفند و در اینجا چهار گوسفند، یعنی گوسفندان گوسفندها. sheep یعنی تغییر نمی‌یابد. tooth 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 یعنی یک دندان و teeth دندان ها teeth دندان ها. خب مشق هفتم write میگوید نویس. a man six men a desk three desks desks. خب در این رقم سه a fish، خب در اینجا رقم 12 آمده است. 12 fish fish تغییر نمی‌یابد شکلی جمعش. a woman two women two women. a baby یک نوزاد یا یک طفل نوزاد یا طفل. four babies. خب اینها رو نوشتن در کار، یعنی خیلی در درس گذشته گفته بودم این کتاب PDF هست، در این نوشته نمی‌شود که برای شما هم نویسیم و هم بگویم. این کتاب رو در زیر نواری درسی گذشته موندگیم در کامنتاریا در شرح و پیوند کتاب رو موندگیم، اون رو با اون زیر میکنید، یک انگشت میزنید، اون رو میتونید از اینترنت فرارید. خب رقم 6 a foot قدم 10 feet a mouse 3 mice میشود 3 mice. a cherry 8 cherries. a tooth 13 teeth. a glass 6 glasses. خب در اینجا نه تنها اسم های یا جمع های شکسته بودن، در اینجا اردلاش آورده بود، یعنی دسک شکسته نیست، بیبی شکسته نیست، چری شکسته نیست، گلاسز نیز از جمله اسم های شکسته به حساب نمی رود. خب در اینجا میگوید look count and say، یعنی بنگر بیشمار یعنی حساب کن و بگو. 3 children 3 کودک. 1 cherry یک آلوچه. خب در اینجا مثلا میتونیم حساب کرد 2 women یعنی دو زن، 2 boys 3 یا همش را اگر حساب کنیم مثلا 5 children 2 horse اسب می شود horses اسب ها، یا 3 گوسفند یعنی 3 sheep. در اینجا یک موش است. 1 mouse. در اینجا یک خرگوش است. 1 rabbit. در اینجا دو موش است، یک تا در این طرف یک تا در این طرف، دو موش یعنی 2 mice. خب در اینجا یک موضوع نو آغاز می‌یابد. همیشه دوست دارم که از موضوع نو رو از اول درس
یعنی از اولی ویدیو آغاز نمویم. یعنی اگر شما موافق باشید رو به درسی گذشته رمونیم، اگر بگوید نه دوام دید دوام میدیم، یعنی خیلی که برای شما موافق و مناسب باشد. این حال ما از موضوعی یعنی کدام موضوع ها رو گرفتیم از اول کتاب؟ موضوع ارتیکل های نامعینی در زبان انگلیسی گرفتیم و پلورالز یعنی شکل جمعی اسم ها رو نیز گرفتیم. یعنی در زبان انگلیسی اسم ها رو چخیل جمع میکنیم. شکل جمع یعنی regular plurals بود و irregular plurals بود. بسیر 91 بوکه ندارد، انتظار میشویم تا فردا. خب همین یونیت 2 یا قسمت دوم، بخش دوم موضوعش موضوع verb to be است. verb to be یعنی فعلی بودن. فعلی بودن در زبانی انگلیسی یعنی be و subject pronouns فعلی بودن و جانشین های فاعلی. جانشین های فاعلی. خب این رو از درسی آینده آغاز می نمویم. یعنی کسانی که می خواهند زبان انگلیسی را از صفر آغاز نمویند، شاید در اینجا بسیاری از شما مثلا زبان انگلیسی رو از من دیده خوبتر می داند. اما برای کسانی که مثلا برای کودکان یا برای یگان نفرانی که نو می خواهند آغاز نمویند، یعنی می توانید خبر دهید، خبر کنید هر بگاه ساعت 9 با وقت مسکو درس رو آغاز می نمویم. یعنی کوشش میکنیم در 1 ساعت یا کمتر از 1 ساعت درس رو انجام دهیم. یعنی هر درس موافقی همون موضوع درس شاید یک کم بیش 5-10 دقیقه از هم فرق کنه. اوید همین موضوعی که تو امروز گذاشتیم، از دیروز تا امروز اوید الفبای زبانی انگلیسی، اوید رقمات و بیس، اوید مثلا ارتیکل های نامعینی، اوید شکل جمع ای اسم ها یکون سوال ها باشد بفرمایید. اگر دانیم میگیم میدونیم، اگر ندونیم میگیم خب حاضرش این رو نمیدونیم. بسیر 91 از نام فرزندای خیش جهانی سپاس. سلامت باشین. خیلی خوشحال میشم که درسی ما رو حقلا 1 نفر هم باشد گوش میکنن. یعنی اگر چنده آبوناچی یا که من پیش گفته اگر چنده زیاد هم باشد، یعنی 10,000 20,000 200 کس هم که باشد، برای من کفایه است که 1 نفر گوش کند یا 2 نفر گوش کند. خیلی خوشحال میشم. یکون سوال ها باشد اویدی همین موضوع های دیروزه و امروزه مرحمت بفرمایید. اگر نباشد و همین افیر امروزه رو به انجام میرسونیم. با تو افیر فردا. سلامت باشین. بسیر 91 همش فهمو. بسیر 91 رحمت. سلامت باشین. رحمت با شما که اومدین قدر کردین فرزنداتون گوش کرده ایستادن یا گوش کردند. خداوند نگهبان باشتون. سلامت باشین. شما را نیز خداوند نگهبانتون باشد. خب اگر خواهید بین خود صحبت کردن گیرید، اگر نخواهید یا که افیر رو با انجام رسونیم، خب با انجام رسونیم.
ҳар тарзе ки шумо хоҳед. خب فکر میکنم که همین قدر کفایه است و شاید باز یگان افیرهای دیگر باشد که در دیگر افیرها اشتراک کردن خواهید. خیلی در اولی درس گفتیم وقت بهترین سرمایه انسان است، بنابراین وقتهای خود را در جای صرف نمایید، در جای گذرانید که از اونجا فایده باشد. خب این بود درس دوم از پروموی افیری نیو گرامر تایم 1. تا درس های نوبتی خدا حافظ. خداوند نگهبانتان باشد. سلامت باشین. بصیر 91. رحمت به شما.